بخش دوم آموزش مجازی رزین. معرفی انواع رنگ‌هایی هستش که در حالا زیورآلات رزین خیلی استفاده می‌کنیم و خیلی به کارمون میاد در واقع. مورد اول رنگ‌های پودری هستن، رنگ‌های پودری صدفی. حالا اینا رنگ‌های پودری صدفیه، من پودری مات نداشتم الان. حالا اونا رو هم نشون بدم، خیلی هم حالا تفاوتی ندارن، فقط اینا یه حالت براقیتی دارن که رنگ‌های مات همچین حالتی نیستن، یه شاینی داره که حالا تو فیلم نمیدونم مشخصه یا نه، که حالا اینا یه چیز کاملا سلیقه‌ایه، هر رنگی که دلتون بخواد میتونین استفاده کنین. رنگ‌های پودری صدفی هستن که حالا کار با هر کدومشون جداگونه بهتون آموزش میدم. رنگ‌های خمیری هستن که بیشتر به همین صورت خمیر واقعا هستن و در واقع وقتی از اینا میخوایم استفاده کنیم باید خیلی 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 کم ازش بریزیم تو کارمون، چون یه چی میگن رنگ زیادی به کار میده. رنگ‌های جوهری هستن اینا که برخلاف رنگ‌های خمیری یه حالت شفافیتی هم دارن، علاوه بر این که ما کارمون رو رنگ میکنیم ولی یه حالت براقیت و شفافیت کار همونجوری میمونه، یعنی شفافیت کار رو از بین نمیبره. مورد بعدی رنگ‌های خمیری صدفی هستن که انگار یه ترکیبی از رنگ‌های پودری صدفی و رنگ‌های خمیری هستن. حالا اگر تو فیلم مشخص باشه می‌بینید یه حالت هم اون شاین رنگ‌های پودری صدفی رو دارن و هم حالت خمیری رنگ‌های خمیری رو دارن. این هم یه رنگ دیگه، رنگ‌های خمیری صدفی. مورد بعدی، حالا این بیشتر نمیشه گفت رنگه ولی تو قسمت رنگ‌ها استفاده میشه، رنگ‌های شب‌تاب هستن، پودر شب‌تابن، رنگ حالا نمیشه بهشون گفت، پودر شب‌تاب هستن که یه حالت اون موقعی که نور کافی بهشون جذب شده باشه تو حالا تاریکی یه برق و نوری از خودشون ساطع میکنن. مورد بعدی هم رنگ‌های کروم هستن که حالا رنگ‌های انواع مختلفی دارن که کار با اینها یه خورده حالا فرق داره با رنگ‌های دیگه. رنگ‌های دیگه رو ما مستقیما وارد ترکیب رزین و هاردنرمون میکنیم، ولی رنگ‌های کروم باید با قلمو به سطح قالبمون بزنیم و بعد ترکیب رزین و هاردنر رو بهش اضافه کنیم، که حالا تو قسمت کار با همه رنگ‌ها من بخش کروم رو حتما براتون توضیح میدم به صورت مفصل. خب اینم از بخش دوم که شد معرفی رنگ‌ها. بخش بعدی رو حالا اکریلا رو اینا رو من توضیح میدم براتون و میریم سراغ ترکیب رزین و هاردنر و شروع کارمون.